سلام به همگی، من فاطمه هستم. خوش اومدید به کانال من. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بریم که در ادامه ویدیو با من همراه باشید. امروز توی این ویدیو میخوام در مورد اینکه چی شد اصلا وارد رشته معماری شدم، وقتی وارد هنرستان شدم چه اتفاقاتی برام افتاد و اینکه اصلا چرا اومدم رشته معماری و چه رشته‌ای میخواستم قبلا برم باهاتون صحبت کنم. مثل همه بچه‌های دیگه که تو تایم انتخاب رشتهشون توی سن 15-16 سالگی میرسه، منم توی اون تایم انتخاب رشته کردم و از بچگی دوست داشتم که وارد فضای هنرستان بشم و رشته‌ای که دوست داشتم برم رشته گرافیک بود. تایم انتخاب رشته رسید و من اون روز رفتم برای انتخاب توی یک هنرستانی رفتم و بهم گفتن که ظرفیت رشته گرافیک پر شده. من اینجوری بودم که چرا پر شده؟ چرا یه جای خالی در من وجود نداره؟ من گفتم که مثلا اوکی خب معماری ثبت نام کنم و اون لحظه که داشتم این کار میکردم زیاد شناختی به رشته معماری نداشتم. رسید روز اول هنرستان. روز اول هنرستان که وارد شدیم، گروه بندی شدیم و فلان اینا، وارد کلاس که شدیم اولش خانم دلیری محترم اومدن تو و صحبت کردن برامون، گفتن که تبریک میگم و فلان بسار اینا، در موردش سختی‌ها، شب بیداری‌ها، در مورد جوجمانا مثلا اینجور صحبت کردن. بعد وسایلی که باید می‌خریدیم مثلا بهمون گفتن. رسید کلاس دوم، یعنی درس بکنم طراحی بود که اون روز کارگاه هم نرفتیم، تو روز اول بود، همه هیچ کس وسایل خاصی نداشت. باز یه خانم دبیر محترم دیگه اومدن، خیلی بد اخلاق و ما هممون ترسیده بودیم. یه حالتی خیلی عصبانی برگشتن گفتن که شما چرا اومدید این رشته؟ اگه علاقه ندارین همین الان پاشین برین تغییر رشته بدین، این رشته علاقه میخواد، شما فلانین. بس خیلی چیزایی دارک و ناراحت کننده. و توی این 3 سال هنرستان لحظه‌های خیلی خوبی بود. کلاس کارگاه ترسیم فنی، مثلا کارگاه‌های مبانی، هنر تجسمی، کارگاه طراحی، همه اینا لحظه‌های خیلی خوبی داشت. ماکت می‌ساختیم، جوجمانا خیلی خفن بود. رسیدیم به سال آخر هنرستان که میشه سال کنکور، یعنی کنکورمون تابستون سال 99، یعنی شهریور 99. یک کلاسمون که 30 نفره بود، من و دوستم از اون همه جمعیت من دوستم فقط تصمیم گرفتیم که برای کنکور بریم مثلا کلاس کنکور ثبت نام کنیم و همه سال یادمه که همه کامنت منفی دادن که شما دارید اشتباه میکنید، چرا دارید میتونید. باز تصمیم گرفته بودیم و خواستیم داستانا رو تجربه کنیم. تابستون سال 98 شروع کردم به خوندن تا همون دم کنکور و توی این تایم خوندن کنکور و اینا کرونا اومد و یه سری مسائل و چالش رو ایجاد کرد و اینا بهتون بگم. دانشگاه کسی که از هنرستان میخوام برن دانشگاه و برن دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای تک جنسیتی، یعنی دانشگاه‌ها. من انتخابم این بود که دانشگاه تهران و کرج باشه، یعنی مثلا 3 تا انتخاب داشتم برای خودم، یعنی بقیه رو انتخاب نکردم. کسی هم که از هنرستان وارد دانشگاه میشن 2 سال کاردانی و بعد کارشناسی میخونن که این کارشناسیشون میشه کارشناسی ناپیوسته. ولی بچه‌هایی که از دبیرستان رشته نظری وارد دانشگاه میشن 4 سال درس میخونن واسه کارشناسی که کارشناسیشون پیوسته میشه. بچه‌های هنرستان شاید مثلا 4 سال اولو جدا از بچه‌های سراسری باشن، ولی وقتی میخوان شروع کنن ارشد بخونن یکی میشن دیگه. وسایلی که توی هنرستان ما استفاده کردیم الان مثل انواع خطکشایی که برای نقشه کشی استفاده میشد، رنگ‌های اکریلیکی که می‌خریدیم برای مبانی هنر تجسمی، گواش، برگ‌های طراحی، وسایل طراحی، همه اینا اگه خوب نگه دارید به درد میخوره تا دانشگاه و شاید مثلا تا همیشه به دردتون میخوره. و من هم رنگامو تا الان دارم، هم راپیدامو حتی تا الان دارم چون زیاد مصرفشون نمی‌کردم و زیاد و حتی ماژیک راندو هم که بگیرید توی همون تایم به نظرم بهتره، چون ماژیک راندو یه چیزیه که به مراتب قیمتش میره بالاتر و مثل یک سرمایه میمونه، بخریم سریعتر خیلی بهتره. توی هنرستان برای رشته معماری
زیاد توی دوران تحصیل وارد جزئیات معماری نمیشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا در حدی که برای ترسیم فنی در حد یک اتاق نگهبانی که شما طراحی کنین که مسلط شین فعلا به مثلا طراحی فنیه، ترسیم فنیه، مثلا پلانا، برش ها، اینجور چیزا. وگرنه مثلا مثل دانشگاه وارد مثلا طراحی معماری را نمیشین که خودتون شروع کنین، ایده بیاد، حالا سایت آنالیز کن، حالا بیا اقلیمش رو فلان کن و شروع کن. نه، توی دانشگاه این اتفاق میفته. حداقل برای من که اینجوری بود. توی هنرستانم مثلا شاید یه دونه شیت من تحویل دادم، یعنی زیاد شیت اینا کار نمی‌کردیم. شاید بچه‌های دیگه تو هنرستانه دیگه چون دوستای خودم صحبت می‌کردن این کارا می‌کردن، فقط ما اینجوری بودیم. کارگاه ترسیم فنیمون خیلی خوب بود، مثل یک مسابقه مثلا میرفت جلو. بچه‌ها مثلا همه خیلی خوب بودیم و من یادمه که خیلی خوشحال بودم وقتی که کلاسای ترسیم فنی بود. میگم این علاقه تو همین کارگاه‌ها، تو همین یهو آشنا شدم با این داستانه، اصلا خیلی خوب به وجود اومد این علاقه. مرسی که تا اینجای ویدیو من همراه بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حتما نظراتتون رو برام بنویسین چون خیلی خیلی برام با ارزشه و باعث میشه که من با قوت